کرایزی سلام. شما روزتان بخیر، امیدوارم خوب باشین. یک چیز یادآور شما، وقتی که آدم ترنینگ پرسنل که ترنینگ ندیده باشه این مشکلات سر میخوره. ببینین 10 نفر به شمول سوپروایزرشون یک جای شدن، نمیتونن یک دانه ریکشا را قاد کنن که داخل طیاره بانن. از بالا داخل طیاره مسافرین فیلم برداری کده برشان پس ثبوت مانده که ببینید شما هم نمیتونین، یعنی این یک ویلچر را قاد کنین یا یک کراچی تا اطفال یا بیبی ترالی را نمیتونین شما قادش بکنین که داخل طیاره شد. این مشکلات هست نه. اگر یک ترنینگ دیده باشند با چیزا بلدیت داشته باشند هیچ مشکل سر نمیخورن و اینطور نمیشه که کل دنیا بازی ها را ببینن. این از همه که بهتر چیزها خوب است که بچه ها اپدیت می باشند، ترنینگ باید ببینن که بتانند مشکلات ها دست پنجه نرم کنند. تشکر.